جهان خانه بسیاری از کشورها است و اندازه آنها بسیار متفاوت. برخی از کشورها کوچک هستند در حالی که برخی دیگر بسیار بزرگ. در این ویدیو با هم 10 کشور پهناور دنیا که حدود 55% از مساحت کره زمین را اشغال کرده‌اند بررسی می‌کنیم. سلام و درود، سام هستم. به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون تاپلند خیلی خوش اومدید. شماره 10 الجزایر با مساحت 2,381,000 کیلومتر مربع. این کشور واقع در شمال آفریقا در سال 1962 در پی جنگ 8 ساله با اشغالگران فرانسه به یک کشور مستقل تبدیل شد. قبل از این کشور و مردم آن مجبور بودند قرن به قرن حکومت خارجی را که از قرن سوم قبل از میلاد شروع شده بود تحمل کنند. در سال 2023 جمعیت الجزایر حدود 45,500,000 نفر است. این کشور به دلیل آب و هوای مدیترانه‌ای و بیابان‌های خود، همچنین به دلیل وجود سنگنگاره‌های ماقبل تاریخی در پارک ملی تالیسی نیجریه که در سال 1986 به عنوان میراث جهانی یونسکو معرفی شده مشهور است. شماره 9 قزاقستان. مساحت قزاقستان 2,724,000 کیلومتر مربع است. این کشور بزرگ در آسیای مرکزی از غرب رودخانه اورال تا اروپا وسعت دارد. قزاقستان با جمعیتی کمتر از 19 میلیون نفر یکی از کشورهای کم جمعیت در این فهرست است. این ملت در سال 1991 پس از سالها حکومت و ظلم از اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدند. بیش از 1 میلیون قوم قزاق در دهه پس از استقلال دوباره وارد این کشور شدند. قزاقستان به عنوان بزرگترین کشور محصور در خشکی و در جهان شناخته می شود. شماره 8 آرژانتین. مساحت کل آرژانتین 2,780,000 کیلومتر مربع است. آرژانتین در رتبه 8 فهرست بزرگترین کشورهای جهان قرار دارد. آرژانتین با جمعیتی حدود 46 میلیون نفری، کشوری شلوغ و پر از مناظر خیره کننده و خط ساحلی 4,990 کیلومتری است. آرژانتین در سال 1816 به عنوان استانهای متحد ریو دو لا پلاتا به همراه بولیوی، پاراگوئه و اوروگوئه از اسپانیا مستقل شد. هنگامی که 3 کشور دیگر آمریکای جنوبی از هم جدا شدند، آرژانتین به کشوری تبدیل شد که امروزه میشناسیم. خارج از فوتبال، آرژانتین به خاطر سواحل، کوههای آن، پارک ملی تالامپیا و آبشارهای خیره کننده اش مشهور است. شماره 7 هند. هند به دلیل مساحت 3,287,000 کیلومتر مربع هفتمین کشور بزرگ جهان است. همچنین پرباران‌ترین مکان روی زمین در این کشور وجود دارد. این ملت تاریخی و باستانی که قبلا به عنوان جواهری در تاج امپراتوری بریتانیا شناخته میشد، از هزاره‌های سوم و دوم قبل از میلاد تمدن دره سند در سرزمین‌های خود ساکنینی داشته است. هند به خاطر بناها و قصرهای مذهبی، حیات وحش و جغرافیای غنی و متنوع از کوهها، بیابانها و رودخانه گنگ مشهور است. هند با جمعیتی تخمینی نزدیک به 1,430,000,000 نفر پرجمعیت ترین کشور در این فهرست است و در سال 2023 بیشترین جمعیت روی زمین را دارد. شماره 6 استرالیا. استرالیا آنقدر بزرگ است که از نظر فنی به خودی خود یک قاره است و مساحت 7,741,000 کیلومتر مربع زمینی تقریباً 2 برابر اندازه هند دارد. استرالیا به خاطر میگوهای باربی، حیات وحش خطرناک و منحصر به فرد، صخره آیرس و به ویژه صخره بزرگ مرجانی و موارد بسیاری دیگر در دنیا مشهور است. به لطف جمعیت کمتر از 26 میلیون نفر، استرالیا کمترین جمعیت کشور در این فهرست است. پس از قزاقستان قرار دارد. استرالیایی‌های بومی حداقل 60,000 سال است که در استرالیا زندگی می‌کنند. این کشور بخشی از امپراتوری بریتانیا به حساب می‌آید. دوستان، قبل از معرفی 5 مورد آخر این لیست ازتون میخوام ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال تاپلند رو دنبال نمی کنید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش رو هم فعال کنید تا اگه ویدیوی جدیدی آپلود کردیم زود با خبر بشید و بتونید ببینید. بریم واسه ادامه ویدیو با شماره 5 برزیل.
برزیل بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و نیمکره جنوبی است و مساحتی بالغ بر 8,515,000 کیلومتر مربع دارد. برزیل بیشتر به خاطر جنگل‌های بارانی آمازون، مجسمه مسیح نجات دهنده در ریو دو ژانیرو و خیلی چیزهای دیگر از جمله عشقی که این کشور به فوتبال دارد شناخته می شود. بیش از 216 میلیون نفر در برزیل زندگی می کنند که این کشور را به پرجمعیت ترین کشور در قاره آمریکای جنوبی تبدیل می کند. این کشور در سال 1822 پس از 3 قرن حکومت پرتغالی ها به طور کامل مستقل شد. شماره 4. چین بزرگترین کشور در آسیا است. مساحت کلی آن 9,596,000 کیلومتر مربع است. چین چهارمین کشور بزرگ جهان از نظر مساحت کل و دومین کشور بزرگ جهان بر اساس جمعیت است. چین بیش از 1,425,000,000 نفر جمعیت دارد. کشوری باستانی که قدمت آن به قرن 13 قبل از میلاد برمیگردد. چین کشوری بسیار قدیمی است. این کشور کمونیستی امروزه به خاطر دیوار بزرگ چین، پانداهای غول‌پیکر، کوههای شناور و شهر ممنوعه شناخته می شود. شماره 3. ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا با مساحتی 9,833,000 کیلومتری مربع دومین کشور بزرگ آمریکای شمالی است. ایالات متحده آمریکا در سال 1776 از حاکمیت بریتانیایی خود مستقل شد. به لطف کوههای راکی، دریاچه‌های بزرگ، پارک ملی یلوستون، دره مرگ، رودخانه‌های قدرتمند و بسیاری از موارد دیگر از جمله گراند کانیون، ایالات متحده کشوری پر از شگفتی‌های طبیعی و دستساز است. طبق آمار، ایالات متحده جمعیتی کمتر از 340 میلیون نفر دارد. شماره 2. کانادا. مساحت مجموع 9,984,000 کیلومتر مربع کانادا آن را به دومین کشور بزرگ جهان و بزرگترین کشور در آمریکای شمالی جلوتر از ایالات متحده تبدیل کرده است. برای کشوری به این بزرگی جمعیت کانادا ناچیز است. در سال 2023 کانادا فقط 38 میلیون نفر جمعیت داشت. این کشور محل آبشار نیاگارا است. دارای جنگل‌های وسیع پر از خرس، گرگ و شیرهای کوهستانی، گاومیش‌های کوهاندار در دشت‌های خود و دارای طولانی ترین خط ساحلی در جهان است. این منطقه در بیش از 52,000 جزیره تقسیم شده است. دریاچه سوپریورو و دریاچه گریت بیر تنها تعداد کمی از 2 میلیون دریاچه در کانادا را تشکیل می‌دهند. شماره 1. روسیه با مساحت 17,098,000 کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهان است. وسعت آن تقریباً 2 برابر کانادا و تقریباً 11% از کل خشکی زمین را تشکیل می‌دهد. روسیه آنقدر بزرگ است که از شمال شرقی اروپا شروع می‌شود و در سراسر شمال آسیا امتداد دارد. به دلیل یخبندان دائمی بیش از 60% روسیه غیر قابل سکونت است. روسیه با جمعیتی کمتر از 145 میلیون نفر یکی دیگر از کشورهای کم جمعیت در این فهرست است. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه به این سبک ویدیوها علاقه‌مندید حتما به کانال ما سر بزنید و اگه هر نظر یا انتقادی داشتید میتونید تو قسمت کامنت ها واسمون بنویسید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.